عثمان در خدمتتون هستم. عثمان. الو سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد ما خیلی خوشحال میشیم شما رو میبینیم و از صحبت‌های خیلی عالیتون و همه شبکه‌ها و برنامه‌های توحیدی استفاده میکنیم. یک سوال از خدمت استاد داشتم. یک مولوی آمد زکات دادیم به ایشان، گفتیم که به شبکه‌های توحیدی کمک کنیم. بعد دیدیم در مصارف زکات خرج نکرده، رفته برای خودش موب خریده و طلا خریده برای خانومش آقای عقیل هاشمی. خواستم استاد شما سوال کنیم بالاخره ما چیکار کنیم؟ بسیار خوب، من در رابطه با موارد زکات صحبتی رو خواهم کرد. تشکر این تماس گرفتید. زکاتی که برادر عزیزی به کسی دادن که اون هم طوری گفتن مصرف شخصی کرده، آگاهی داشتن بر مواردی که باید زکات بدن لازم هست، ولی اگر دادن بر مبنای شناختی که ناقصی که داشتن، به هر حال با توجه به اینکه نمیدونستن زکاتشون ادا شده هست، ولی سعی کنید که قبل از اینکه زکات میدید ببینید که به کی بدید مستحق زکات هست یا نیست. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و ان شاءالله که در برنامه‌های آینده در خدمتتون با کیفیت بهتر و بیشتری در خدمتتون باشیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.